بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المحترم، سيد الأيام عند امروزنگی روز ماه رجب پنجم روز انشاءالله خدا نصیب کنه دیگری 5 روز کم 2 ماه دیگه و ماه مبارک ماه رمضان انشاءالله امسیار پیامبر نبی صلی الله علیه و سلم درباره ماه رجب گفتن که ماه رجب این ماه عمل میکردگی ماه شعبان ماه عمل و امیددگی، ماه رمضان ماه همون کردگی ایکنا انچه میکردگی ثواب تم میکردگی ماه گفته. این ماه هم عبادت به سرشت دادن از همون عبادت این ماه به بهره نموندن و پیامبر خدا تعیین کردگی. برای همین این روزهای هم غنیمت، دنیا از خودش غنیمت، با عملهای نیکتی روزهای زمستان برای مومن بهار است. شبها دراز خیسته تهجد میخواند، روزا کوتاه قضا موندگی روزهای میدارد، بیرون خنک عورتی نامحرم پشتگی چشمش از گناه کشته نشد و دیگر نیکی های زمستان های. این روزهای هم همین خیلی به معنای ثواب غنیمت رسته میشده است. امروز صحبت مونده از حیات صحابه ها رسانده محرکت میکنم. یکم شده پیامبر خداوند ایمان آوردگی ذات زنک، یعنی انصاری پیامبر نبی صلی الله علیه و سلم حضرت خدیجه رضی الله عنها. یکم همینا ایمان آوردن. دوم از مردکا یکم شده حضرت ابوبکر صدیق دوست پیامبر نبی صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن. بعد حضرت ابوبکر صدیق بعد 2 روزش در لنده یک چند کس ایمان آوردگی. بعد 2 روزش حضرت عبدالرحمن ابن عوف پیامبر نبی صلی الله علیه و سلم به ایمان آوردن. یعنی از حضرت ابوبکر صدیق ایمان انده 2 روز خفا میستن و خلاص. لیکن اسلام انده نامشان همون 10 تا صحابه که در حیاتشان با دعای با بشارت پیامبر نبی صلی الله علیه و سلم جنتی گفتگی بشارت گفتگی 10 انسان های یکتشان بودن. مومن انسان برای نمونه گفتن میارزدگی جوش نمونه و اختیار میشدگی ذات ها صحابه ها، اول پیامبر خدا و دوم صحابه ها. صحابه های پیامبر خدا و دادگی محبتشان، پیامبر خدا و کردگی خدمتشان و دین و دادگی مهنتشان و از مهنتشان از تاریخش ما مومن ها احوال عبرت میکنیم. گاه مومن و مومنه هنده عبرت میگیرتگی منزل خالی بدنش و عبرت میگیرتگی تاریخ و انسان ها نبودنش و از غیر دین انسان ها، از نامقبول انسان ها و چشم ما کدام چیز خوشرو نمد از هوای نمونه و عبرت میگیرتگی شده مونده. نامش همون نام فرزندش همون یک کارتی در عالم ممکن در زمان خودش
ممكن ده یک کینا یک نامی نکتی قهرمان شدگی انسان نامش سر به یا که دختر مانسایمو حقیقی قهرمان های امت بودگی 120,000 صحابه عالم گذشته خدمت اسلامی که تا ما و آمدگی دین احتیاط کرده از دشمن های بیرونی و درونه احتیاط کرده صاف حالنده کتاب ها و نوشته حمایه کرده آمدگی صحابه تابعین تبع تابعین سلف ها خلف ها و دیگر اهل علم ها افسوس که برای ما قهرمانی زمانمونه قهرمانی حیاتمونه اصلش ما همون انسان های تاریخشان برای ایمان و زیاده کردن لازم لیکن آنها از تاریخ خدا از حیات خدا این انسان ها پیشکش کردن بلندتر کردن اسلام فعل پیامبر خدایا و فرموده پیامبر خدایا رساندن به امرشون صرف کردگی سر بیانتر برای امام یک تا چیز آرم حضرت محمد بن اسماعیل بخاری حضرت امام بخاری میگیم ما حتی خشن میگیم نام خاشان ثابت نام پدرشان ثابت امام حالی هم به اعتبار همون شش تا محدثه نامش نگیری ابن باجه میگود امام مسلم میگون امام داوود میگون دیگه اصلشان همه‌شان با 5 پشت به 7 پشت کتابشان نامشان نوشته محمد بن اسماعیل این امام بخاری نامشان باشه دیگری همون کس برای علم باید که ترجمه شدن یک حدیث از یک جا گرفتن همین حدیث بازم کی دانستنش پرسیدن به شما کتی همین به کی گواه بود اگر همون تابعین شما به کیش نبودید به فلان چی فلان چی که جانده فلان شهرنده یک تا حدیث دویم انسانش به دویم انسانش بازم پرتر شنودن به از یک شهر دویم شهر به هفته ها عمر صرف کرده رفته میشنیدن بپرسیدن انا خیلی مهنت ها عمر انسان نرسیدگی عمرش انده چوریکشه دویم شاگردش موندگی چوریکشه موندگیش بعد یک چند عالم بودشدگی کتاب ها دیمه قریب 100 سال ها تنظیم گرفته کتاب ها در نزد ما خود یک اینترنت یافته هم تا یک کاغذ برآوردگی خود ما قدر و نیو قدر و روشنگی ذرهشو کاغذش هم میدونسته که شموندیم اصلش اون صحابه ها اون اهل علم ها برای ما یک تا گفت رسول خدا رساندن امرشون بخش دادن ما نشد ما حالی هم از همون انسان ها جمع کردگی همون انسان ها عمرشون از صرف کرده نوستگی از کتاب ها یگان تشه نه خوندم با نشنودم با نه نام و بیم لااقل در یاد داشتم با عاجزم بازم خدمویا امت دوامچش حمایتی دین امانتدار دین از خودم و ساننگه ها دین امانتش رساندم و امانتدار انسان گفته حساب میکنم اصلش امانتدار انسان سه گرفت و سه رسانساز در وارای ما به حد فونده ابو بکر صدیق عشرة المبشرة 10 صحابي جنتهم یکمشان
دویمشان هست عمر ابن خطاب، سومشان عثمان ابن عفان، چهارمشان علی ابن ابو طالب، پنجمشان زبیر ابن عوام، طلحه ابن عبیدالله، ششمشان، هفتمشان عبدالرحمن ابن عوف، هشتمشان ابو عبیده ابن جراح، نهمشان سعد ابن ابو وقاص، دهمشان سعد ابن زبیر. اینها این صحابه های پیامبر خدا در حیاتشان به ایمان رفتن بازم به ایمانم گپ می جنت شدنشان به کفیل بودگی، بشارت داشتگی انسان ها میشن. 120,000 صحابه در نشانده 10 تاش. در این 10 تنده 4 تا 5 تاشان فتوا و اذن شدگی. نه فتوا دادن با در پیامبر خدا حیات بودگی چونده پیامبر خدا نبودگی وقتنده از نام پیامبر خدا دین رسانده و اذن داده شدگی انسان های یکمشان حضرت علی بن ابی طالب. حضرت علی کیا گفته خدا ما سوال داده میگفتیم که اسلام با از اولین در آمدگی بلاغت و در آمدگی در نوبالغان در اسلام قبول کردگی یکم صحابه جای پیامبر خدا و دشمن حاضر کرده آمدگی در خورفت پیامبر خدایا مدینه و حجت کردن و تنه خود را پیشکش کردگی صحابه دور پیامبر خدا یک چند بشارت های خاص به صدوار شدگی صحابه حضرت علی همون کس پیامبر خدا نبودگی وقت نشانده پیامبر خدا نیومد نگری آمدگی از اطراف میمدگی عربه ها و اسلام یاد میدادگی سوال هاشان به جواب میدادگی انسان های یکمشان قطار همونده عبدالرحمن بن عوف. عبدالرحمن بن عوف حضرت عمر رضی الله عنه خلیفه شانده فتوای صاحبش همون احکام های شریعت محاکمش و مسئول انسان بودگی. موندگی صحابه هایم موندگی عشرت مبشران به علم نبودگی هماش علمشان خواهشان بیرشت بودگی بعض هاشان به ملکاشان بعض هاشان به صداقتشان بعض هاشان به عملشان به اخلاصشان همین منزل برسیدگی. یکی از همین خیلی صحابه ها یکم شده یکم جماعان ده مدینه و حجت کردگی صحابه عبدالرحمن بن عوف. بعد صحابه ها مدینه و آمدن بس یکم شده حجت کردن بعد وای پیامبر خدا آمدن از مکه آمدگی صحابه ها و مدیننگی صحابه های انصار های آمدگی های مهاجر ها میگن یعنی همون سفر کردگی هیچ کدام دیگه انسان ها یک تحتش دوست قیامت کرده سوی تقسیم کرده این بایش به حضرت بلال تو رو مردن و هم تاریخ نشنده یک بیستم دکتر و وقتش بیاد. یکی از همه خیل انصاری انسان های مومن ها و سعد بن رابع گفته که صحابه و عبدالرحمن بن عوف تا اسلام نماشون عبد عمر بد سانی پیامبر خدا تو فرمایش قلش نه تو رحمان قلش گفته عبدالرحمن گفته نامگیر کردن همون کسب همون سعد بن رابع گفته صحابی من دو تا باهم های اشی میبینیم کدامش بلندتر دانی کدامش نقصتر
حساب شود دگری هوایش تو گفته قتل رفتن قتل دیدن یک دگریش بلند بود همونده ای ساعت ملکت و مولات خدات به هدیه من به بازار مدینه لشانت شد گفته عبدالرحمن بن عوف بازار تله کرده سوداگر شدن تاریخ اسلام انده این بای آدم شده تا حالی استادیان همون کس یک چند ماه بینید یک چند ماه سال و نرسیدگی یک چند ماه سوداگری میکنن همون سوداگری کرده معلوم مبلغشان محروم میرسد یعنی همون بعضی قول هنده چوریکش بعضی نشانه نسبی مبلغشان محروم میرسد مهری همون گتگی زنشان چموق با این طلا بودست یعنی چموق با این طلا چالکی مبلغشان بست تو یک 200 گرم 150 گرم سمجده همه قد طلا یک زنک با مهر کرده دودا خانه دار شدیان پیغمبر خدا پیش پیغمبر خدا آمدن حضرت عبدالرحمن بن عوف آمدن که حضرت عبدالرحمن بن عوف بوی ناعادت آمساز یعنی عبدالرحمن بن عوف میزدگی عطر نیو دگه بو آمساز همونده ای عبدالرحمن است بو آمساز بوی ناعادتی خاندان شده میگفتن همونده عبدالرحمن بن عوف من مبلغم مهر بایش زیاده کردم که زیاده شد یک انصاری و یک مدینگی زنک به خوازه موندم و مهرش داده که پده گرفتم افتگنده همه رسل خدا بینید گپشنه این خیلی باشد یک تا گوسپند کشته ولی مکه داده و گفتم همین تاریخ سیگل میشد همین مابین عبدالرحمن بن عوف و مابین پیغمبر خداوندی دو کلمه از این دو کلمه چند تا مرامه بود یکمش آیلادار شدن و پیغمبر خدا خبر نکردن آیلادار شدن و مابین تنتن نکردن 1000 تا 2000 تا آدم زنده میکردگی شهرنده یک تاش پیغمبر خدا باشن پیغمبر خدا از همون انسان از خاندار شویش خبردار نشدن خبردار نشدگیشون با خفه هم نشدن اون کسان همین خیلی زن گرفت که هیچ کم نگفت هموننده یک تا فرمودن که یک تا گوسفند کشته باشد هم تو ولیمه کرده همون یک احسان کرده انسان ها معلوم کرده گفتن حقیقتا اسلامی توی همین بود اصلش همین پیغمبر خداشان فاطمه زهرا و چیز کرده بودن که تاریخش خونده دیمی حضرت علی خوازه بیاد معقول میشن حضرت علی میچنن تو مهر دخترم با 3 داده میتونی تو عروس بسه میکنی گفتن هموننده هیچیم نیست یک تا همون پشت میگشته که بیم های سوی صوت هم های جنگ با همون لباس اوهانم پشت جنگ میبرند هوای خلاص بتینده هر شده بیم میفرشمو بله هوای با عروس میکنی گفتن عروس کده میگرفتن او بکر صدق با یک چند دینار با طلا تنگا میفرشن همون طلا تنگا با فاطمه زهرا دختر پیامبر خدا با لباس و جهاز میکنن و نکاح کرده کتیم برام الان بود مویا از حیات الصحابه ها دوتا صحابه دوتا جنتی
Abdurrahman ibn Auf ve Ali ibn Abi Talib'a zangiriş ona hem kıssaşa hayatından pataydı. Aileyi با اسلام ساختن خواهید هر دو همین کفایه مرد باشد حقیقتا من ایمان دارم فرزندم با ایمان کلام کسایم با ایمان حیات بردن میخواهم انم یکتا عمری مسلمان های برباد کسادگی یکتا همین بدعت من گم میکنم گفتم یکتا یا دوتا خانیه همشه جهاز کرده اعلان کنید که من کیلو میگرم خونم جهاز کرده شدگی همون کیلو نم محرشم من خودم میتیم ناس کرده خواهد پدر و مادرش حمتش سر لباس کند لیکن من نه حاضر ها با این چیزهای همون جهازهای خونه نه دنبال با سر لباس کردنش نمیخواهم گفته اعلان دید میبرد نبرد پایدش نید من همین خیل کلم میگه تگیم من همین خیل خواهدار میشلگم گفته اعلان دید میبرد اگر برد همین چیزا خودر شوید همین چیز با سزاوار شوید دونید که دیار مونده یکتا سنت حیات موندید یکتا سنت وزمنه که امت رو میانش شکستگی یک عمر مرد کولند گردش خشکستگی جگرش کسادگی فرزنددار شده فرزندش بی پدر کلان کسادگی فرزندش با مهر و تعلیم دادن نتوانستگی آن امت های یکتا غمش شما گراندگی میشه انا خیلی سنت های مهم با حصه خوشکن میکن آن همین چیزا سنت را حیات با آوردن گفته میشه بدگی چیزا یاننگیش کردن حیات با آوردن نه مردگیش آوردن بکن زندهش دبول کردن نه مردگیش بیارید آن هم با کنه که مرد میدان برود اکتا مرد زمان برادو مثل عبدالرحمن بن عوف مثل حضرت علی بن ابی طالب خاندار کردن و خاندار شدن سزاوار شود عبدالرحمن بن عوف میگن که من از پیامبر خدا دوبار دعا گفتم من میگم یکمش همون خاندار شدگی من در اصلا گفتن که بارک لك الله اولی ولم بشات خدا برکت یاد با یک تو گوسفند کتی ولیمه کنتن یکم برکت دادن دویمش وزمنتر قصه پیغمبر خدا تبوک قضا تشنده شبکه بحثا دارم که قفا موندن صحابه ها پیش آمدن وقت بامداد شد وقت بامداد شده بود که ولی پیغمبر خدا آمدگیان پایدهشنان افتاب میبرد صحابه ها جمع شدن و ای عبدالرحمن شما ما بامداد خونده تید گفتن پیغمبر خدا قفانده بودن حالا نمیسادن ممکن قفای دو ادرنده ممکن قفای چهار ادرنده هیچ کس نزدیکنده بگه شما با چشمش نگرفت بامداد برام اساس عبدالرحمن بن عوف بامداد خوندن و خود طرف قبله طرف همون تبوک بود همون طرف اینا بامداد خانسی چشمی عبدالرحمن بن عوف در پیغمبر خدا بود حزم بیان نماز خانسیان چشم همون طرف پیغمبر خدا و پریشان بیانو من یانم با جورشون با خونانو من قفا گذارم افتاد یک رکعت خواندم دویم رکعت قریب شده بود که پیغمبر خدا
نمایان شدن. قفا و سکین برای سادن که اشاره کرده پیامبر خدا نماز دوام گرفتن. قفا شما گذشته ابتدا خواندن. پیامبر خدا و امامت کردگی دو صحابه، یکمشان اینا، دویمشان ابوبکر صدیق وقتی بیماری شده ابوبکر بگوید نماز بگذارد گفتن گذشته دادن که پیامبر خدا از خفاش اومده اخطا کردن. یکمش عبدالرحمن بن عوف پیامبر خدا و امامت کردگی صحابه. نماز خونده شدن رسول گفتن که ما قبض نبی قط حتى يصلي خلف رجل من صالح امته. یگان تا پیامبر نگذشته که تا مردنش از قفای یک از امتش برآمدگی آدم صالح از قفاش نماز نخوانده باشد. گفته این کسا امتشان صالحش به اشاره کرده. دویم مقامی که از پیامبر خدا گفتند. عبدالرحمن بن عوف با همون دنیا شون کتی حضرت عمر با فتوا چیش لگی اون کس دنیا شون از علمشون داشته نموندگی مونده همین چیز نیست. حضرت ابوبکر حضرت عبدالرحمن بن عوف با ای عبدالرحمن شما با کدام چیز همین خیلی بلند و رسیدید در دین و در علم گفتگن که ولئن لم اشتري معيبا ولم ادري ريحا كثيرا والله بارك لنا فيما يشاء. من در دین آتش به اخلاص رسیدم. در دنیا و این خیر شدنش با من دو تا چیز مقصد کردم و دو تا چیز با عمل کردم. به هر دو هم عمل کردم پروردگار من با دنیا با برکت داد. یکمش من فایده بسیار اینو میکردم و دویمش چیز عیب دار خریدن نمیفروختم. چیزی به عیب میخریدم به عیب میفروختم. اگر چیزم بدل خریدن عیب دار شود احسان میکردم. مونده چی؟ سوداگرهای دمک بانکروتش هم دسته چیز عیب دار خریدن عیب دار فروختنش یا عیب دار خریدن به عیب فروختنش همون سوداش بی برکتش بست. آخرین حدیثنده چون که سوال به جواب میتیم رسول الله میگن امام بخاری روایت کردگی تعیس العبد الدینار تعیس العبد الدرهم تعیس عبد الخصیمه تعیس عبد الحمیله. یعنی بیبخت شود. گفته دو کسان پیغمبر خدا عبد الدینار بنده پل یعنی برای همون پلش بندگی میکردگی برای پلش زندگی میکردگی برای مبلغش زندگی میکردگی پشت هوای با بندگی میکردگی انسان بیبخت شود. تعیس عبد الخمیسه یعنی لباس های نادر کتی هوای با شموندگی هوای با سوی بندگی کردگی انسانان بیبخت شود. گفتن یعنی برای هوای چیز عبادت نمیکردیم. برای دینادار شدن برای پولدار شدن برای همین خیر لباس ناس پوشیدن عبادت نمیکردیم. خفا شدید بیبخت انسان ها ولکن انسان ها یکن بنده دینار و بنده لباسی همین خیر نادرو لیکن حقش ادا نکردگی بنده ناراضی بیبخت شود و سرخم شود.
از بدنش درد دور نشود، بدنش به در آمدگی خار و به درد شود افتاد. یعنی همون بدنمونگی درد خانه سببش عبدالدینار بدن ما، دنیای بندش بدن ما، دنیا و غم خودن ما بیاد خرسان برود خفه شدگی ما عبدالدینار کنه دگری همین چیز امت تنش به در می آورد است. تنها در آمد می من کدام دنیا ما آمدگیش به بیهد خرسان شدم، کدام دنیا آمدگیش به بیهد خفه شدم. گفته کنید این چیز به پیامبر خدا تنش به درد میشد اگر دنیا برفتگیش به غم خورد گفتن. خلاصه حدیث بسیار برفتگی مبلغ خم و غم خودن ما مویا کرپه بیماری و انداخته یک عمر یافته مویا برای تنمانگی درد براندن آورا میکرده است. ولی همین همه که آن چیزی که از الله آمد برای تقدیر ما و بروز میشم برفتگیش به خبر همیشه دید. همین انشاءالله تنمو در نمید است. دو تا سوال بگی. یکم سوال ما یکم مراجعات بود است. بعض سال نماز خانه ما دیرتر باشد، یعنی پیشتر نماز خانه شده باشیم، یا که یک بسیار دوره اهل ایمان داشته باشیم، یا که یک حاجی شده باشیم، ما حکمی فتواتیه نتید. همه خیلی مراجعه استاسته خلق خداش علمش نباشدم حاجی هم گفته فتوا دوستاست. خداش علمش نباشدم پیشتر نمازخوان بودگیشه پیشکش کرده تو میدونم من میدونم میگفته فتوا دوستاست. نخود که علم نباشدم بعضی کردگی عملهای حال در نزد پروردگار را مقبول نمی همه چیز انسان فتوا چی کند. از این خیلی حالها خدا همه نگهدارم، خدا همه دور کنم. از فتوا دادن احتیاط شدن. دویمش اینم مراجعات خلق اومدگی اصلاش خفه نشویم بو از مردکای سخن زنکای سخن دا اخلاص مستحکم. همون زنکای امر رفتگی اومدگی مراجعات دست ما عمر رفتن به نمین علمو بعد امر آمدن همون زنکای ماه سالها آمدنش به مین علم همین چیز شرط باشد می کنه که همون مردها حقیقی مردها همه خیلی جاها و گسل نکنن و مویم دیگه کارها که مشغول شدیم. فقط عمر ما ماهها هفته ها به همون مهمان های نمیشدگی و به گتر کردن دست آواز گفته مراجعت کردن. حقیقتا مردک در مسجد ببیند، در کوچه ببیند، همسایه‌اش خشم شدگی در آماده ببیند، لیکن خونه میگردد دیگه. همون زنکان ده همین خیلی تا ماهش تا سالش عمر اومد گفته رفته دیدنش اصلاش ملال امت بود است. هم نرسانم نرام زند این چیزا تو ریا گفته یک برای انسان گفته که رفتایی این چیزنده لیکن نیست گفته اصلا در مرکت کنیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا من عذاب الاخره. پروردگارا اولا خدا همو عمل کردن بدون استگاه همو نصیب کنی و دویم پروردگارا شنودگی انسان ها عمل کردن نصیب دار کنی. از حیات صحابه و حیات همو و نمونه های آوردن پروردگار خدا توفیق دهی. مابین مسلمان های عزیز مکرم کردن پروردگار موثق کنی. از مابین مسلمان های از تفریق کردن پروردگار خدا ما احتیاط کنی. و صلی الله خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.